با نام و یاد آفریدگار جهان طبیعت، عرض سلام و درود فراوان دارم خدمت همه سروران عزیز و گرامی، بلخص مخاطبین کانال جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی. این جلسه در خدمتتون هستیم با موضوع مقدمه‌ای بر مطالعه علمی دین و تجربیات معنوی و مهمان امشب برنامه ما جناب آقای دکتر محمد امین سرایی عزیز، دکترای روانشناسی از دانشگاه کنتیکت آمریکا، عضو انجمن بین‌المللی علوم شناختی دین، درمانگر و عضو انجمن روانشناسی آمریکا، مترجم و مدرس روانشناسی و علوم شناختی. جناب آقای سرایی عزیز، خیلی خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و از این لحظه به بعد میکروفون در خدمت شما خواهد بود. به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان محترم کانالتون. خیلی تشکر میکنم ابتدای صحبت از شما و آقای دکتر عبدالکریمی که حالا این امکان رو در اختیار ما گذاشتید که این جلسه رو با دوستان داشته باشیم. حالا شما که لطف کردید و معرفی کردید، همونجور که فرمودید من عضو انجمن علوم شناختی دین توی آمریکا هستم و حالا نکته که وجود داره اینه که قراره که انشالله یه رابطی هم از طرف انجمن بین‌المللی علوم شناختی دین با دانشجویان توی سرتاسر دنیا باشم که خب حالا احساس کردم این جلسات میتونه کمک کنه به خصوص جاهایی مثل ایران که فضای خوبی برای کار تو حوزه علوم شناختی دین دارن که یه مقدار بیشتر با این رشته آشنا بشن و انشالله بابی باز شه برای اینکه افرادی که علاقه دارن این فضای مطالعه علمی دین بتونن بیشتر کار بکنن. من فقط قبل از اینکه بحثم رو خیلی سریع شروع بکنم این رو بگم که حالا من خیلی دوست دارم که سوال و جوابی داشته باشم با دوستان، ولی نمیدونم چقدر وقت بکنیم. ولی در هر حال دوستانی که نکاتی داشتن خواستن بیان کنن یا سوالهایی داشتن، اگر که حالا از نظر توفیقی هم مسئله نداشته باشه میتونن تو همون کامنت پست مربوط به این جلسه نکاتشون رو بنویسن و اگر که حالا رسیدیم و اگر امکانش بود من سعی میکنم حالا حتی بین صحبت هم اگر نکته‌ای بود سعی میکنم اگر امکانش بود در موردش صحبت بکنم. اما بریم وارد بحثمون بشیم. من قرار هست در مورد علوم شناختی دین صحبت بکنم به عنوان روش مطالعه علمی دین و علوم شناختی دین یک رشته به خصوصه، یعنی ما در مورد هر رشته‌ای الان قرار نیست صحبت بکنیم یا در مورد تمام روش‌های مطالعه دین قرار نیست صحبت بکنیم، قراره به طور خاص روی علوم شناختی دین تمرکز بکنیم. اگه بخوایم خیلی فرمال و رسمی تعریف بکنیم علوم شناختی دین علوم شناختی دین اینه که چجوری بررسی بکنیم رفتارها و باورهای دینی رو از منظر علوم شناختی. این یکی از تعریف‌های معروفی که در مورد علوم شناختی دین میشه. دانشمندان مختلف تعریف مختلفی در رابطه با علوم شناختی دین دارن، ولی خب این خیلی موضوع بحث ما نیست و من نمیخوام حالا شبیه یک کورس دانشگاهی الان شروع کنم سراغ اون تعریف رسمی و گام‌هایی که در زمینه آموزش علوم شناختی دین داده میشه خیلی خیلی دانشگاهی بخوایم در مورد اونها جلو بریم. کاری که من تو این جلسه کوتاه در تلاشم انجام بدم اینه که به 3 تا در واقع سوال پاسخ بدم: چیستی علوم شناختی دین، چرایی علوم شناختی دین و چگونگی انجام دادن این رشته. یعنی سعی می‌کنم یک کپسولی از مجموعه این نکات در رابطه علوم شناختی دین ارائه بدم که میتونه کمک کنه دوستان که آشنایی ندارن، خیلی با این حوزه آشنایی کمی دارن، ببینن که آیا علایقشون همخوان هست با این فضا و بعد یه بابی باشه برای اینکه بتونن بیشتر تو این حوزه کار بکنن و عمیق‌تر بشن تو این فضا و اگر حالا سوالی یا علایق پژوهشی داشتن ما هم شاید بتونیم کمکشون بکنیم. یعنی همونجوری که گفتم به خاطر حالا این پوزیشنی که قرار هست شلو داشته باشم توی سازمان علوم شناختی دین، یه ذره شاید تلاشم بر اینه که راهنمایی کنم پژوهش‌ها و دغدغه‌مندی‌های مخاطبان رو تو ایران تا اینکه فقط صرفاً یا آموزشی داده باشم. اما با این شروع کنیم. علوم شناختی دین چیه اصلا؟ علوم شناختی دین درباره چه چیزیه؟ علوم شناختی دین میگه که ببین بیایم همه باورهای ماورایی که داریم رو،
شما باور دارید خدا وجود نداره، باور ندارید. باور دارید بهشت و جهنمی وجود داره یا باور ندارید. به آخرتی باور دارید یا باور ندارید. اون شناختی دین میگه ببین هر کدوم از اینها رو که داری برای خودت محترمه، ولی بیایم اینا رو بذاریم یه کنار و بیایم تمام تلاشمون رو بکنیم که با یه لنز علمی به دین نگاه بکنیم. برای همین خیلی جالب که شما میبینید افرادی هستن در علوم شناختی دین که کاملا بی خدا و تمام پژوهششون در رابطه با بی خداییه، و افرادی هستن تو حوزه علوم شناختی دین که اتفاقا خدا باورن. حتی که از چهره‌های خیلی معروف علوم شناختی دین از کسایی که اصلا بعد یه مدت که تو این حوزه پژوهش کرد و خیلی هم مشهور شد اصلا ترک کرد یه ذره فضای آکادمیا رو و رفت به قولی حوزه رفتش توی این سمیناری های مسیحیت. و این خودش ترکیب جالبیه که ما تو این فضا داریم، یعنی هم افراد کاملا متدین و هم افراد کاملا بیدین تو این فضا قرار دارن و یه چالنجی هم هستش دیگه، یعنی شما بتونید وقتی که دارید با دین روبرو میشید تمام این پیش‌فرض‌ها رو کنار بذارید و ببینید که خب حالا من چجوری میتونم خود این دین رو بررسی بکنم. و یه نکته‌ای که توی فضای شناختی دین وجود داره اینه که خب باورمندها معمولا تلاش میکنن، وقتی من الانم میبینم یه سریایی که جدیدن حالا به نظر میرسه دارن آشنا میشن با این فضا توی ایران و یه سری مطالبی مینویسن، اونهایی که باور دارن به خدا سعی میکنن که این یافته ها رو به نفع خودشون استفاده بکنن و بگن که خدایی وجود داره، و اونهایی که باور ندارن به خدا سعی میکنن که از این یافته ها استفاده کنن و بگن بابا ببین اینا همش فیزیولوژیه و هیچ خدایی وجود نداره. من یه جلسه دیگری خدا شکر در خدمت دوستان بودم، این نکته رو گفتم که ببینید اصلا امکان نداره که ما بتونیم از علم به معنای علم تجربی، به معنای ساینس به طور محض، امکان نداره که ما بتونیم خدا باوری یا بی خدایی رو اثبات بکنیم. امکان نداره. اصلا خود اثبات خیلی جزئی از علم نیست، به خصوص علومی مثل علوم شناختی و علوم اجتماعی. ما معمولا تو کلاس هم به دانشجوها میگم که از کلمه پیورد استفاده نکنید، از کلمه پروف هیچ وقت استفاده نکنید، چون اصلا این فضای علم نیست. و وقتی که افراد چه خدا باورا چه بی خدا سعی میکنن از این یافته ها استفاده کنن برای اثبات حرفشون، معمولا یه جهش فلسفی میکنن که حالا موضوع بحث امروز ما نیست و قبلا در موردش صحبت کردیم. ولی این یه نکته‌ای که پس توی ذهنمون باشه. یعنی مثلا حالا یه مثالی بزنم از اندرو نیوبرگ که البته او یک خودش رو جزء علوم شناختی دین نمیدونه، اما فضاهای علوم اعصاب و خداباوری کار کرده. یه مثالی که داره میگه ببین علوم شناختی دین به این شکل کار میکنه و این کلا علومی که توی مطالعه دینن به این شکل کار میکنن که مثلا میگن که ببین این شبکه مغزی در خداباوری تاثیر داره و این شبکه مغزی کمک میکنه به خدا باوری. بعد اون کسانی که خدا باورن میگن ببین پس خدا انسان رو یه جوری خلق کرده که به خودش باور داشته باشه، و اون کسایی که خدا باور نیستن میگن ببین نه این نشون میده که این شبکه مغزی اتفاقا نشون میده همه باورمندی به خدا یه چیز فیزیولوژیکه. خب و میشه این جفت این قرائت ها رو داشت و من میگم بازم میخوام تاکید کنم که هیچ کدوم از اینها تو فضای علمی درست نیستن. چرا درست نیستن؟ راهش فهمیدن لیول های مختلف و مرحله های مختلف علت و معلوله. افلاطون میگه که ما به طور کلی 4 مرحله و 4 لیول علل داریم که بالاترین اونها علل غاییه که یه هدفی مثلا پشتشه و پایینترین اونها علل مادیه. و علوم شناختی دین خیلی خوب این نکته رو متوجهه و میگه ببین ما هر کاری که داریم میکنیم و این یه مقدمه برای صحبت‌های امروز ما، هر صحبتی که داریم میکنیم اینها در چارچوب اون علل مادیه نه علل غایی. به خاطر همینه که میگم هم افراد خداباور هم افراد بی خدا میتونن تو این چارچوب قرار بگیرن. یه نمونه خیلی معروف این قضیه مراحل علت ها بحث آب جوشه که خیلی شاید مثلا شنیده باشید، بخاطر شما هم اهل فن هستید، که میگن آقا اگر یه آبی رو شما میذاری که جوش بیاد، یه نفر میتونه بگه علت جوش اومدن آب تغییرهای مولکولیه که داره برای آب اتفاق میفته، و یه نفر میتونه بگه علت جوش اومدن آب اینه که صابخونه میخواست چای دم کنه.
و جفت اینها 100% درستن، ولی تو مراحل مختلفی هن. و علوم شناختی دین میگه ببین اون مرحله صابخونه رو ما کاری نداریم، اون علل غاییه رو ما کاری نداریم و ما هدفمون روی علل مادیه و تمرکزمون روی علل مادیه. پس این در رابطه با چیستی علوم شناختی دین یه مقدار. اما چرا علوم شناختی دین اصلا مهمه؟ چرا باید برای شما مهم باشه که به این علوم شناختی دین بپردازید؟ اولین نکته اینه که علوم شناختی دین شاید میشه گفت از معدود رشته‌هاییه که یک رویکرد واقعا میشه گفت 100% علمی به دین داره. یعنی ببین شما مثلا فرض کنید وارد فضای روانشناسی میشید، روانشناسی دین. روانشناسی دین پر هست از مطالب غیر علمی. نظریات فروید رو نگاه کنید، نظریات یونگ رو نگاه کنید، حالا تو افراد کلاسیک، حالا باز جدیدتر و معمولا یه فاصله میگیرن و از کارهای علمی بهتری میکنن، ولی مثلا نظریه توتم و تابو و اینا اصلا نظریات علمی نیستن که، اینا هست نظریات فلسفی هن. علم به معنای علم تجربی نیستن. یه چالش دیگه ای که برای یه رشته مثل روانشناسی وجود داره، حالا جلوتر در موردش میگم، که اصلا ابزار مناسب بررسی علمی نداره روانشناسی. غالبا ابزارهای روانشناسی ابزارهای خودسنجی، پرسشنامه‌ای و اینها ابزارهای بسیار ضعیفی هستند توی یک فضای علمی خیلی پرقدرت. یا مثلا شما فرض کنید که نظریاتی مثل نظریات جامعه شناسی که باز بسیار رایجه در تو فضای علمی، مثلا نظریات ماکس وبر، نظریات مارکس، همه اینها، البته این چیز که من میگم این تصور رو به وجود نمیاره که من میگم اینها ارزشمند نیستن یا اینها به درد نمیخورن، و اینها بی نهایت ارزشمندن. نظریات فروید، نظریات یونگ، نظریات جامعه شناسی، همه اینها بی نهایت ارزشمندن و همه اینها باعث شدن که اصلا یه همچین رشته مثل علوم شناختی دین به وجود بیاد. ولی میخوام بگم حواسمون باشه که اینها لزوما علمی نیستن. شما مثلا متدولوژی یونگ رو وقتی نگاه میکنی، من خودم خیلی علاقه‌مندم به یونگ، ولی شما مثلا متدولوژی یونگ رو نگاه کنید، همین کتاب قرمزی که داره که The Red Book که فکر کنم تو فارسی هم ترجمه شده، یه صرفا جورنال، یه رونوشت از خوابهای خودشه و اون ویژن هایی که داشته. یا مثلا شما ماکس وبر، این جامعه شناس بسیار بزرگ، بعضیا میگن پدر جامعه شناسی، وقتی نگاه میکنید مطالبش رو در مورد دین، خیلی بحث جالب به وجود میاد. بعضی از کسانی که بعدن رفتن و مطالب ماکس وبر رو بررسی کردن، وبر برای ایجاد تئوری دینی، یه نظریه دینی اومد و روی یک جمعیت خاصی، یادم نیست دقیقاً، فکر کنم تو استرالیا بود، یه جمعیت خاصی تمرکز کرد و بر اساس این جمعیت، و خودش هم هیچ وقت اونجا نرفت. خیلی جالبه که حالا تو گذشته تو کارهای علمی معمولا خودشون نمیرفتن پیش اون قبایل، به خاطر اینکه اعتقاد داشتن آقا اینا موجودات یه ذره پایین‌تری هستن. خودش هم اونجا نرفت، بر اساس نوشته هایی که دریافت میکرد یه تئوری بزرگ ساخت، که نظریه بزرگ ساخت. و جالبه که بعضی از حالا متأخرین وقتی رفتن بررسی کردن، دیدن که اصلا وبر بعضی از مطالبی که براش می نوشتن رو نخونده و بعضی از محتواهایی که میگه با اون جامعه مورد پژوهش خودش هم متناقضه. میخوام بگم ببینید چقدر چالش وجود داشته تو فضای پژوهش دین و این اهمیت داشتن یک رویکرد علمی رو برای ما بیشتر میکنه. اما رویکرد علمی چیه؟ رویکرد علمی اینه که شما اگر میخوای یه چیزی در مورد دین بگی، اگر میخوای یک ادعایی بکنی، هر ادعایی در هر فضای علمی، حتی فقط دین هم نه، شما یک جامعه بزرگ داشته باشی، توی فرهنگ‌های مختلف تئوری خودت رو، نظریه خودت رو، فرضیه خودت رو تست کرده باشی و بعد به یک نتیجه برسی. یعنی فرق یک فضای علمی و یک ادعای علمی و غیر علمی اینه. ادعای علمی مثلا میگه اگر میگه که مثلا دین مکانیزم عمل کرده باورهای دینی از طریق داستانهای دینی، مثال میگم، خب اصلا کاری با حالا محتوای جمله نداشته باشید. اگر این رو میگه، بعد میره حالا این رو 20 نفر، 200 نفر، 2000 نفر، فرهنگ‌های مختلف تست میکنه و بعد میگه آره همینه. و بعد باز یک نکته دیگه که در مورد تست وجود داره اینه که سعی میکنه از متدولوژی هایی که باز بار علمی بیشتری دارن، یعنی به جای اینکه حالا فقط یه پرسشنامه بدیم و بگیم که حالا درون تو چی میگذره، یه ذره به خودت اندیشه کنی، یه ذره بررسی کنی، رفلکشن بکنی و ببینی که باورهای تو چیه، به چی اعتقاد داری، دین رو
احساس میکنید این چه تأثیری رو زندگی داره، بیاین متدولوژی‌های پیشرفته‌تر استفاده کنیم. فیزیولوژیک رو بسنجی، ایندیکیتورها و اون نشونه‌های فیزیولوژیک رو بسنجی، نشونه‌های مغزی رو بسنجی و چه و چه. یعنی این تفاوت یک رشته علمی و رشته‌هایی که حالا بار فلسفه‌شون حداقل در گذشته خیلی بیشتر بوده. پس این اولین چرایی که چرا علوم شناختی دین میتونه برای شما مهم باشه. دومین چرایی در رابطه علوم شناختی دین و اهمیتی که علوم شناختی دین داره یه بحثیه به اسم پلورالیسم متدولوژیک که این با اون پلورالیسم دینی که استاد عزیز در موردش صحبت میکنن فرق داره. پلورالیسم متدولوژیک میگه چی؟ میگه ببین رشته ها معمولاً، و این از موهبت های حال علوم شناختیه که میگه ببین رشته های قدیمی تر و سایر به قولی حوزه‌های مطالعاتی معمولاً خودشون رو محدود میکنن به یه ابزارهای خاصی. مثلا انسانشناس ها وقتی که میخوان در مورد دین مطالعه بکنن میرن یک جامعه مشخصی رو، مثلا یک قبیله، و هر چقدر هم دست نخورده تر و دور دست‌تر باشه بهتره، اون رو پیدا میکنن و میرن با اونها زندگی میکنن. مثلا شما ممکنه ببینید یک آنتروپولوژیست میره با یک قبیله مثل یانوناما اگر اشتباه نکنم در جنگل‌های آمازون و مثلا 10 سال از زندگیش رو با اونها زندگی میکنه، سعی میکنه این مدت طولانی با اونها باشه، زبان اونها رو یاد بگیره که خیلی متمایز از قبیله به نظر نرسه، و بعد برداشت‌های خودش رو و مصاحبه‌های خودش رو با اون قبیله نظریه میکنه، تئوری میکنه، تئوریزه میکنه و ارائه میده. این مثلا در انسان شناسی. در روانشناسی خب همونجوری که خودتون بارها و بارها دیدید معمولا کارها با پرسشنامه ها پیش میرن، نه اینکه فقط این روش مورد استفاده باشه، اما معمولا با مصاحبه های کمی یا کیفی به نتیجه افراد میرسن. و حالا در رشته ها و حوزه های مختلف علوم شناختی دین میگه چی؟ میگه ببین متدولوژی، مثال معروفی که در کتاب‌های افرادی مثل کلر وایت و دیگرانی که تو این حوزه کار کردن میتونید ببینید. علوم شناختی دین میگه ببین متدولوژی مثل یه چاقوی سوئیسی میمونه. این چاقوی سوئیسی رو حتما همتون دیدید دیگه، چاقوی قرمزیه که چاقوهای مختلف داره، یه تیکش قیچی میشه، یه تیکش چاقوی دنده‌ای میشه، هر کدوم یک استفاده‌ای داره و برای یک جای کاربرد داره. علوم شناختی دین میگه متدولوژی این شکلیه، ما نباید خودمون رو محدود کنیم به یک متد خاص. برای همین شما میبینید که یک کسی که علوم شناختی دین کار میکنه از متد روانشناسی استفاده میکنه، از متد انسانشناسی استفاده میکنه، از فلسفه استفاده میکنه، از متد محاسباتی مثل ماشین لرنینگ، هوش مصنوعی، حتی از اینها هم توی علوم شناختی دین استفاده میشه. حالا من مثالاشو میگم خدمتتون. از علوم اعصاب استفاده میشه و این برای کسانی که به این فهم بین رشته‌ای دین علاقه‌مندن، دوست دارن یک نگاه جامع‌تر علمی نسبت به دین پیدا بکنن، خیلی ارزشمنده و خیلی جذابه. یعنی خود من حداقل واقعا متحیر میشم وقتی معمولا روبرو میشم با این همه امکانهای بررسی دین. و الان شکلی که وجود داره در مورد علوم شناختی دین اینه که معمولا پژوهشگرای جدید سعی می‌کنن از یک تعداد زیادی از متدولوژی استفاده کنن برای اینکه فهم بهتری از دین برسن. یعنی مثلا شما می‌بینید دیمیتریوس زیگالاتاس، یک انسانشناس معروف تو این حوزه، هم میره با اون قبایل زندگی میکنه، هم زبانشون رو مقداری یاد میگیره، هم بررسی میکنه تغییرات فیزیولوژیکشون رو، ضربان قلبشون رو، نمونه برداری مو انجام میده برای بررسی کورتیزول و اضطراب بلند مدت افراد. چون مو، حالا نمیخوام وارد بحث تکنیکال بشم، این جلسه بیشتر دنبال یک آموزش کلی ام، ولی مو هر یک سانتش تقریبا برای 1 ماه گذشته شما رو نشون میده که 1 ماه یا 1 هفته، الان یه ذره شک کردم، نشون میده که چقدر شما اضطراب داری با بررسی کورتیزولی که توی مو وجود داره. برای همین اگر شما یه سامپل مو بگیری میتونی یک مقدار زیادی از گذشته فرد و اضطراب فرد رو ببینی. برای مثال شما اگه فرض کن یه همچین پژوهشی توی ایران انجام بدی، میتونی ببینی که آیا مثلا یک مناسکی مثل مناسک محرم و صفر به طور میانگین اضطراب افراد رو بیشتر میکنه یا کمتر میکنه. حالا از بحثم خارج شدم یکم. شما میتونی این کورتیزول رو از این طریق بسنجی، عملکرد مغز رو بسنجی، و با یه سنجش مجموعه این فضاها شما میتونی یک نگاه جامع تری و علمی تری نسبت به بحثی که داری مطالعه میکنی باشه. برای مثال من
توی یه پژوهش روی حالا نماز جماعت داشتم. من به طور کلی بیشتر خودم روی هندویسم، روی اسلام و روی مناسک سکولار، مثلا مناسکی که توی فوتبال وجود دارن، که حالا این البته توضیحش که مناسک سکولار چی ان باشه برای وقت دیگه، روی اینها کار میکنم. و برای مثال روی پژوهش که روی مثلا نماز جماعت داشتم، به افراد دستگاه‌هایی وصل کردیم که اینها ضربان قلب افراد، تنفس افراد، حرکت افراد رو میسنجید، و بعد یه دستگاه دیگه‌ای وصل کردیم که فاصله افراد با هم دیگه رو میسنجید، که بعداً ما میتونستیم یک آنالیز شبکه انجام بدیم و ببینیم که چجوری نتورک روابط آدم‌ها بین نماز، قبل نماز، بعد نماز ها تغییر میکنه. که حالا بماند اگر که وقت کردیم در رابطه با نمونه‌های اسلامی شاید یه مقدار صحبت بکنیم. پس این یه نکته دیگه که چرا علوم شناختی دین مهمه، به خاطر این پلورالیسم متدولوژیک و این انعطاف پذیری متدولوژیک که در اختیار شما قرار میده. و آخرین نکته که چرا علوم شناختی دین مهمه، به خاطر اینکه علوم شناختی دین پیش‌فرض‌های خودش رو حداقل میرسونه. این خیلی نکته جالبیه. ببینید حتما شما هم که به بحث‌های دینی شاید علاقه‌مند باشید، توی گروه‌های مختلف و جلسات مختلف و اینها با این مواجه شدید. من خودم حداقل فکر می‌کنم هر جلسه‌ای که در رابطه با این حوزه ارائه داشتم با این چالش مواجه شدم که افراد می‌پرسن خب کدوم تعریف دین؟ یعنی تا ما میایم صحبت می‌کنیم، برای این افراد سوال میشه که خب دین رو چجوری تعریف می‌کنیم؟ دین رو اونجوری که فروید گفته تعریف می‌کنیم؟ دین رو اونجوری که جامعه شناسی گفته تعریف می‌کنیم؟ دین رو اونجوری که خود ادیان گفتن، یعنی ادیان مختلف دین رو به شکل‌های مختلف تعریف می‌کنن؟ و اگر ما داریم میگیم دین، اصلا منظورمون چیه؟ شما مثلا می‌بینید که بودیسمو بعضیا یک آیین می‌دونن، ولی بعضی جاها یک دین اطلاق میشه. و این همه بستگی به این داره که شما اصلا دین رو چجوری تعریف می‌کنید. یه نکته بسیار جذاب در علوم شناختی دین اینه. علوم شناختی دین میگه ببین، شما وقتی میخواید دین رو مطالعه کنی، دو تا روش داری. یک روش تاپ داون، یعنی از بالا به پایین، یک روش باتم آپ، یعنی از پایین به بالا. تفاوت اینا چیه؟ میگه ببین، اگر شما بخواید تاپ داون بررسی بکنی دین رو، شما اول میای میگی خب بسم الله دین چیه؟ بعد اگر که به نتیجه رسیدی میای میگی خب حالا این دین چه اجزایی داره، و بعد بیای میگی حالا این اجزا رو چجوری میشه مطالعه کرد و پژوهش بکنی. اما یک اشکالی که در این روش وجود داره و در تاریخ همیشه رشته‌های مختلف باش چالش داشتن اینه، میگه ببین ما این اول کار که میخوای بگی دین چیه، وارد یک بحث بی انتها میشی که اصلا معلوم نیست که نتیجه بده. یعنی هر کی یک تعریفی داره از دین و میخواد بگه آقا تعریف من درسته، و به خاطر همین اصلا این بحث می‌بینی که خیلی وقتا به جایی نمیرسه. برای همین من معمولا توی بحثایی که توی همین ارائه ها و اینا میشه میگم ببین اصلا به خاطر این موهبتی که شاید علوم شناختی دین داره، میگم اصلا هر تعریفی که شما میکنی از دین درسته. حالا بیایم ادامه بحثمون رو بکنیم. علوم شناختی دین این رو میگه ببین به جای که ما بیایم اول با تعریف دین شروع کنیم، بیایم از پایین بریم بالا، باتم آپ. یعنی چی؟ یعنی اینکه بگیم آقا چه چیزهایی در ادیان وجود داره، چه چیزهایی در ادیان وجود داره که اینها رو تقریبا همه افراد یک اشتراک نظری در رابطه باش دارن. اصلا اینکه دین چیه و اینا هر چی که شما میگی، هر چی شما میگی قبوله، ما لازم نیست بحث کنیم فعلا در مورد این قضیه. اما بیایم ببینیم چه اجزایی داره دین که اینها رو غالب افراد باش موافقن. مثلا غالب افراد موافقن که آقا دین احتمالاً یک موجودی داره فراطبیعی. غالب افراد موافقن که دین احتمالاً یک سری حرکت‌های اجتماعی و یک سری از جمع‌های اجتماعی داره، کامینیال میتینگز داره. غالب افراد قبول دارن که دین یک سری باید نبایدها داره، البته لزوما تو همه ادیان. همه افراد به یه سری از مثلا موجودات فراطبیعی، به یه سری داستان‌هایی که در ادیان مطرح میشه، اینها رو غالبا یک اتفاق نظری دارن. درسته که یه سری هم ممکنه نداشته باشن، ولی در مورد غالب افراد صحبت میکنیم. علوم شناختی دین میگه خیلی خب حالا ما اینا رو میدونیم چی ان، این چیزهایی که در موردش اتفاق نظر وجود داره، بیایم و شروع کنیم روی اینها پژوهش بکنیم، کار علمیمون رو شروع کنیم. یعنی دیگه از بحث‌های فلسفی ذره فاصله بگیم خیلی خب اگر شما هم در رابطه با اینکه باور به یک موجود فراطبیعی وجود داری،
در قالب ادیان به این باور داری، پس بیایم حالا ببینیم علل و ریشه شناختی این قضیه چیه. ریشه این در مغز چیه، ریشه این در مکانیزم‌های شناختی ما چیه، در بدن چیه. خب چون باورها بدنمندم هستن، تو پرانتز حالا در موردش شاید بعداً صحبت کنیم. و به این شکل بدون اینکه پیش‌فرض خاصی برای تعریف دین بگیرن دین رو مطالعه میکنن. و خب این هم یک نکته بسیار مهم دیگه در رابطه با علوم شناختی دین و روش مطالعهش روی دینه. من قبل از اینکه به چگونگی بگم، چون دوستان جدیدی به ما اضافه شدن، باز همین رو اشاره بکنم. دوستانی که حالا جدیدن به جمع اضافه شدن، اگر سوالی در رابطه با این توضیحات که من دادم دارن، میتونن توی همین پستی که توی کانال استاد هستش و در رابطه با جلسه ماست، روی کامنت های همون پست یه سری نکاتی که دارن رو بنویسن. من اگر بتونم سعی میکنم که چند دقیقه‌ای بهش پاسخ بدم. اما خب در مورد چرایی و چگونه و اینکه چه چیزی هست علوم شناختی دین یه مقدار صحبت کردیم. بیایم در رابطه با چگونگی، در مورد how توی علوم شناختی دین صحبت بکنیم. چجوری از علوم شناختی دین رو چه چیزهایی کار میکنه؟ خب همونجور که گفتیم به واسطه این پلورالیسم متدولوژیکی که در علوم شناختی دین هست، علوم شناختی دین رو خیلی از فضاهای مختلف کار میکنه. مثلا فرض کنید که گفتم تو بحث رویکردهای محاسباتی و مدل سازی ریاضی، خب مثلا فرض کنید افرادی که علوم شناختی دینن میان بررسی میکنن که رقابت بین دو ایدئولوژی مختلف چجوریه و آینده اون چجوری خواهد بود. یه مقاله‌ای که من الان دارم روش کار میکنم در رابطه با اینکه ما بر اساس داده‌هایی که وجود داره مدل سازی کردیم از طریق ریاضی که آینده دینداری در جامعه آمریکا چگونه خواهد بود. آیا مثلا در 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه سکولاریسم باعث میشه که دینداری از بین بره یا نه اینقدر رشد سکولاریسم سریع نیست. چون که شما میدونید که این بحث وجود داره که دنیا داره به سمت سکولار شدن پیش میره، اما اینکه واقعا سرعت این سکولاریسم چقدره خیلی اتفاق نظر روش نیست. و خب نکات جالبی هم ما توی مقاله بهش رسیدیم. خب شما همین مثلا فرض کنید میتونید توی ایران بخونید، یعنی چالشی الان وجود داره برای خیلی از افراد که آیا واقعا دینداری رو به افول در ایران. شما میتونید این رو مدل سازی بکنید از طریق رویکردهای محاسباتی. خب این مثلا یک مدل کارکرد در علوم شناختی دین. یک بخش دیگری از پژوهش‌ها علوم شناختی دین روی چیزی کار میکنه که من بهش میگم تکنولوژی‌های دینی، یا دستنو در واقع نویسنده کتاب کار خدا چگونه است که ما این رو ترجمه هم کردیم. دوستان بخوان میتونن حالا سرچ کنن و از طریق انشارات هشمن دریافت بکنن. دیوید دستنو یه چیزی رو مطرح کنه به نام تکنولوژی‌های دینی. میگه ببین اصلا بگذریم از این که دین چیز خوبیه، بدیه، فایده داره، ضرر داره، همه اینا رو بذاریم کنار. تکامل به ما میگه که اگر یک چیزی ماندگار میشود این یک فایده ای داره، احتمالاً یک کارکردی برای جامعه داره. اصلا نمیگیم فایده‌ام، نمیگیم که این یه چیز مثبته، میگیم یه کارکردی داره برای جامعه. یعنی چی؟ و این خیلی نکته مهمیه، ذهن آدم رو باز میکنه. ببینید مثلا شما میبینید که قبایل هندو که یعنی افرادی که در دین هندو هستن، گروه‌هایی از این افراد مثل افراد تامیل، اینها کاری که میکنن در یک مراسمی به اسم کاوادی در بدن خودشون میخ فرو میکنن. مثلا ممکنه یه نفر 100 تا میخ فرو کنه، یه بچه کوچیک ممکنه 50 تا میخ فرو کنه تو بدنش، و یک جسم خیلی سنگینی رو که همون کاوادی هستش، یک بهش ترجمه کاوادی میشه بردن، میشه یک بلی زخم، یک چیزی که شما با خودت حمل میکنی، یک حالا من الان معادل فارسیش دقیقاً تو ذهنم نمیاد، یک جسم بسیار سنگینی رو روی دوششون میگیرن و اینها رو میبرن با این میخایی که در بدنشونه، بعضی وقتا کفش‌های میخدار هم میپوشن، میبرن به یک عبادتگاه. من و شما وقتی که از بیرون این آیین رو نگاه میکنیم شاید بگیم که اینا دیوونن دیگه، آدم عاقل چرا مثلا باید تو بدن خودش میخ فرو بکنه؟ اما علوم شناختی دین به واسطه نگاه تکاملی که داره میگه نه ببین
این دیوونن و اینا قضاوت‌های ارزشیه. این کاری نیست که ما الان می‌خوایم فضای علمی بکنیم. میگه اگر که این آیین هزاران ساله که وجود داره، کمان که هزاران سال افراد دارن این آیین رو انجام میدن، حتما این آیین یک کار کردی برای اون افراد و اون جامعه داشته، باقی مونده. چون اگر یه چیزی هیچ کار کردی نداشته باشه، هیچ به درد هیچ چیزی نخوره، خود به خود از بین میره. شما همینجوری میبینید که آقا انواع و اقسام کالت ها و انواع و اقسام فرقه ها هر روز در دنیا دارن به وجود میان، هر روز در دنیا دارن به وجود میان و از بین میرن. چرا؟ چون اون کار کردی که باید رو انگار ندارن. این که شما میبینید یه چیزی 1000 سال با آدم ها میمونه، این یعنی اون داره یک تأثیر بسیار عمیقی در یکی از مکانیزم های شناختی انسان میذاره که باقی مونده. و اون شناختی دیدیم که ما بیایم پس بررسی کنیم، ببینیم آقا این چه کار کردی داره در جامعه که داره باقی میمونه. به این جور مناسک و به این جور آیین‌ها در اون شناختی دین میگن تکنولوژی های دینی. حداقل بعضی از افراد بهش به این اسم میگن یعنی اینا انگار یه تکنولوژی هاییه که تونسته از این بالا و پایین های زمان عبور کنه و باقی بمونه با جوامع. و این تکنولوژی های دینی نقش خیلی مهمی در جوامع مختلف دینی دارن و خیلی وقتا میشه از این تکنولوژی های دینی استفاده های سکولار کرد. یعنی ما اگر بفهمیم که یک مکانیزم دینی چیست، میتونیم اینو تو فضای غیر دینی استفاده بکنیم. مثلا اگر که ما بفهمیم که چجوری مدیتیشن کار میکنه، همون که الان خیلی دیگه پژوهش شده روی این فضای من تکراریه برای همتون شنیدید، چجوری مدیتیشن کار میکنه، چجوری مدیتیشن رو مغز تاثیر میذاره، چجوری باید مدیتیشن کرد. وقتی شما این مکانیزم رو کشف میکنی، و مدیتیشن هم یه تمرین دینی چند هزار ساله است دیگه، همه ادیان هم به شکلیشو دارن، وقتی شما این رو متوجه میشی، بعد حالا الان افراد انواع و اقسام پروگرام های سکولار و بدون دین میسازن که به افراد یاد میدن چجوری با استفاده از این تکنولوژی مدیتیشن حال خودشون رو بهتر کنن، و انواع و اقسام پژوهش های فیزیولوژیک و مغزی که فواید متعددی تو حوزه در مورد مدیتیشن نشون میده. یا مثلا دستنو که مثال هایی که میزنه تو کتاب خودش، این اذانیه که بچه‌ها توی نوزادی دم گوششون گفته میشه و حالا به همراه کلی مناسک دیگه‌ای که چه تو اسلام چه تو ادیان دیگه بر بچه‌های نوزاد وجود داره. و میگه که چالش‌های نوزاد و والد در اون در اون نوزادی اینه که اینا یک ارتباط ناگسستنی بگیرن. این ارتباط ناگسستنی صرفاً این نیستش که شما فرض کنید چون من یک فرزندی رو به دنیا آوردم، من دیگه اینو عمیقاً دوست دارم و هیچ ارتباط ناگسستنی، مثلا یه ارتباط ناگسستنی دارم با این و تعهد دارم که این رو به خوبی تربیت بکنم. لزوما اینجوری نیست. کما که شما می‌بینید مادرها افسردگی بعد از زایمان میگیرن، افراد دچار بحران‌های اگزیستانسیال میشن بعد از تولد. و به نظر میاد سلسله تکنولوژی‌های دینی تو ادیان مختلف وجود داره که کمک میکنه این باندینگ شکل بگیره، این رابطه شکل بگیره. خب وقتی شما این رو بتونید بفهمی مکانیزمشو، بعد میتونید برای همه بچه‌ها استفاده بکنید. پس این در رابطه با تکنولوژی‌های دینی. اما برم در مورد یکی دو تا از پژوهش‌هایی که در همین زمینه، در زمینه این علوم شناختی دین توی دنیا انجام شده و دونستنش خالی از لطف نیست و خیلی مهمه، یه ذره در مورد چند تا از این پژوهش‌ها صحبت کنم به اندازه‌ای که وقت داریم، که شاید میگم یه ذره اون علاقه شما رو بیشتر بکنه و با اسمش گال تصمیم بگیرید بیشتر توی حوزه مطالعه کنید. یکی از چهره‌های مشهور علوم شناختی دین کسی هست به اسم، و بازم میگم اگر من رو سوال نگاه کردم چیزی نبود، اگر که بازم عرض می‌کنم سوالی چیزی باشه من میتونم در خدمت دوستان باشم. یا نمیدونم آقای توفیقی، به نظر شما ما همینجوری ادامه بدیم یا اینکه چون میدونم سرعت مطالب یکم زیاده، اگر که فکر میکنید این کار میکنه، حالا من نمیدونم مدل جلسات دقیقاً چجوری، اگه فکر میکنید کار میکنه میتونیم حتی صدای دوستانم باز کنیم، یکی دو تا سوال بپرسن. دکتر ما تا ساعت 10 تایم برنامه‌مونه، الان 20 دقیقه دیگه زمان داریم. شما بله. میخواید بحثتون رو خاتمه بدید، یعنی هر جایی که لازم میدونید ادامه بدید. اگر دوستان سوالی داشتن میتونن همینجا هند رایز بکنن و دوستان رو روی استیج بریم و سوال خودشون رو مطرح بکنن. بسیار بسیار عالی، ممنون از شما، بسیار.
بسیار عالی. خیلی خب، پس من ادامه بدم. یکی از چهره‌های بسیار مشهور علوم شناختی دین کسیه به نام هاروی وایت هاوس. ایشون یک کتابی داره به اسم Modes of Religiosity و یک نظریه بسیار قدرتمند توضیح دینداری داره. هاروی وایت هاوس چی میگه؟ میگه ببین، ما دو مدل دینداری داریم در تمام ادیانی که دنیا وجود دارن. خب همه ادیان معمولا تو یکی از این دو دسته قرار دارن: ادیان داکترینار، ادیانی که یه دکترینی برای خودشون دارن، و ادیان ایماجیستیک یا بعضیا میگن انیمیستیک. خب ایماجیستیک رو به معنای تصویری در نظر بگیرید. خب پس یه سری ادیانی هستند که دکترینال هستن و یه سری ادیان ایماجیستیک هستن. فرق این دو مدل دین چیه، یا فرق این دو مدل دینداری چیه؟ ادیان دکترینال ادیانی هستن که تمرکزشون و تکیهشون بر مناسکیه که اینها بار هیجانی کم دارن و تکرار بسیار زیاد داره. یعنی شما یه کاری که مثل مدیتیشن فرض کن شاید باید هر روز انجام بدی و یک ساختاری براش وجود داره، دستورالعمل‌هایی براش وجود داره و اینها بارشون خیلی زیاد نیست از نظر هیجانی. ما به اینها میگیم ادیان دکترینال. اینها خیلی روی حافظه، بیشتر روی حافظه رویدادی ما اثر میذارن، روی حافظه معنایی ما اثر میذارن. یعنی باعث میشن شما یک مکانیزمی رو بتونی به خاطر بسپاری در رابطه با اون مدل دینداری. و بیشتر این ادیان داکترینال در ادیان جدیدتر دیده میشن. ادیان جدیدتر رو شما بخونید ادیان ابراهیمی، یعنی ادیان ابراهیمی هم جزئی از ادیان جدیدترن. وقتی میگیم ادیان قدیمی منظورم ادیانی هستند که از دوران حتی سنگی، دوران مثلا افرادی که زمان تو غارها هم زندگی میکردن، یه مدلی از دینداری رو داشتن که شاید بهش بپردازیم. یا ادیان شرقی خیلی هاشون که حالا ذره ریشه شاید طولانی‌تری داشته باشن، اینها ادیان قدیمی حساب میشن و این ادیان ابراهیمی غالبا جزء ادیان جدید دسته‌بندی میشن. به اینها میگن دینداری‌های داکترینال. اما یک مدل دیگری از دینداری داریم به نام دینداری‌های ایماجیستیک. ایماجیستیک چه جور دینداریه؟ اینها دینداری‌هایی هستند که تمرکزشون بر مناسک کم تکرار اما با شدت هیجانی بالاست. یعنی اینها شاید گفت نکنید که هر روز مثلا نماز بخونید، اما شما رو توی مناسکی قرار میدن. مثلا فرض کنید آیین راه رفتن از روی آتش در سن پدرو اسپانیا. خب افراد رو توی شرایط قرار میدن فوق العاده پرهیجان، فوق العاده گاهی وقتا سهمگین، حتی خطرناک گاهی وقتا، و اینها یک سری رو حافظه معنایی شما تاثیر بسیار زیادی میذارن. یک انگار اصلا ارزش خاصی در ذهنشون پیدا میکنن. معمولا افرادی که تو این مناسک شرکت میکنن وقتی باشون صحبت کنی میگه ببین این آیین همه زندگی منه. یعنی یه از ایگولاتاس توی کتاب برنینگ سینتس اگر اشتباه نکنم با یکی از افرادی که تو همین مراسم راه رفتن از روی آتش شرکت میکنن صحبت کرده بود. میگه که خب اگه یه روزی، و پیر شده بود اون فرد، میگه اگه یه روزی نتونی دیگه تو این آیین شرکت کنی اون موقع چی؟ میگه من ترجیح میدم اون روز برم از بالای خونه خودم پرت کنم پایین رو بمیرم. خب شما یه ذره اگر که اینجا حالا دقت کنید میتونید مابعضای اینها رو توی فرهنگ ایران هم پیدا بکنید دیگه. یعنی الان اگر ذره بهش فکر کنید مثلا نماز خوندن جزء چه مدل دینداری میشه؟ جزء دینداری داکترینال. و از طرفی یه سری مناسکی مثل مناسک عزاداری جزء چه مدل دینداری میشه؟ جزء این دینداری ایمیجیستیک یا انیمیستیک. یعنی دینداری هستش که یه ذره با هیجان بالاتره و یه مقدار مکانیزم های متفاوتی داره. نکته‌ای که هاروی وایت هاوس در مورد این مدل ادیان میگه ببین اینها مکانیزم اثرگذاری این ادیان این دینداری ها فرق داره. خب برای مثال این مناسک داکترینال معمولا کاری که میکنن چیه؟ ناحیه پیشانی مغز رو، فعالیتش رو افزایش میدن.
یعنی چی؟ یعنی شما نیاز داری که تمرکز بالاتری داشته باشی و یه کنترلی روی خودت ایجاد بکنی تا اینکه بتونی این کار رو انجام بدی. مثلا تمرکز کنی نماز بخونی، تمرکز کنی مدیتیشن انجام بدی. خب یعنی باید یه کنترلی روی خودت و بدن خودت و فکر خودت ایجاد بکنی. از طرف دیگه دینداری های ایمیجستیک، اینها دینداری هایی هستن که فعالیت لوب پیشانی، یعنی این ناحیه مغز رو، فعالیتش رو کاهش میدن و بیشتر به دنبال این هستن که شما یک رهایی رو احساس بکنید. دیگه اون تمرکز بر خود، این که دائم رو خودت فکر کنی که الان من دارم کار درست انجام میدم یا غلط انجام میدم، الان بقیه دارن مثلا چجوری نگاه میکنن، سعی کنی اینها رو یه ذره کاهش بدی، رها بکنی خودت رو در اون آین. خب و مکانیزم های پس عملکرد این مدل های دینداری فرق میکنه. کارکرد این مدل های دینداری هم فرق میکنه. برای مثال این ادیانی که این دینداری هایی که داکترینال هستند، اینها بیشتر به دنبال تربیت فکر شما هستن. یعنی میخوان مثلا فرض کنید همین مناسک که شما نماز رو در نظر بگیرید، مثلا یه چیزی مثل نماز جمعه. خب نماز جمعه پر از سخنرانی و آموزش و اینجور چیزاست دیگه. یعنی در تلاش برای اینکه شما رو انگار ذهنت رو یه تغییراتی توش بده، یه چیزهایی رو به شما اضافه بکنه. مثلا ممکنه یه سری ادیان یه سری پیام‌های اخلاقی رو سعی کنن به شما منتقل بکنن. از طرف این خیلی نکته جالبیه. ببینید این تمایز رو اگر ببینید، شاید یه سری از چالش هایی که ما سالهاست در مثلا ایران داریم در مورد اینکه مثلا این آدما دیوونن، مثلا میرن عقیده‌داری میکنن، چرا این کارا رو میکنن، این تمایز رو اگر ببینیم، این شاید ذره کمکمون کنه، نه به اینکه اونها رو تایید بکنیم، به اینکه درک بهتری نسبت به گروه مقابلمون پیدا کنیم. اما هدف از دینداری های ایمیجستیک این نیستش که شما لزوما یه دکترین خاصی رو یاد بگیری، یک سری ارزش‌های خاصی رو یاد بگیری. هدف چیه؟ هدف اینه که یک بار هیجانی زیادی بر روی قوه شناختی شما سوار بشه و شما بیشتر تابع اون گروه بشی. یعنی چی؟ یعنی اینکه بررسی کردن برای مثال تو همین مراسم کابادی که میگم، اتفاقی که میفته اینه افرادی که به خودشون این درد رو وارد میکنن و اینها میخفرو میکنن توی بدن خودشون، خیلی جالبه. این فکر میکنم بتونید توی یه سری از منبع‌ها تو ذهنم بیاد، منبع‌ها رو یه سری میگم که بتونید نگاه کنید. اگرم یه سری منبع براتون عجیب بود، چون بعضی وقتا اینقدر این مطالب شنیده نشده که افراد فکر می‌کنن که مثلا ما داریم یه چیزی از هوا میگیم. اینا همش کارهای پژوهشی کتابه، اینا هم میتونید برید مطالعه کنید. اگه خواستید منابع بیشتری هم میتونید در اختیارتون بذارم. اینو تو زیگالاتاس 2023 میتونید برید نگاه بکنید. اتفاقی که میفته، افرادی که این میخ‌ها رو توی خودشون فرو میکنن، بررسی کردن دیدن اینها ضربان قلبشون با بقیه افرادی که در اون جمع دینی هستن همزمان میشه و سینک میشه و این افراد یک احساس نزدیکی بسیار بیشتری با همدیگه پیدا میکنن. یعنی افراد یه احساس برادر خواهری پیدا میکنن بعد از این مناسک. و نکته عجیب اینجاست، به نظر میرسه اونهایی که درد بیشتری رو تجربه میکنن بیشتر این احساس رو تجربه میکنن، بیشتر احساس نزدیکی رو دارن. و از طرف دیگه اتفاقی که برای این افراد میفته، یک نمونه برای مثال همین زیگالاتاس انجام میده که بعد از این مراسم یک ستاپی درست میکنن، یه جایی رو درست میکنن، به افراد میگن اینجا خیریه است. مثلا بعد از اینکه افراد این یه تیغا رو در میارن میخوان برن خونه‌شون، میگن اگر دوست دارید یه مقدار به این خیریه ما کمک بکنید. در صورت این یه پژوهشه الکی دارن اینو میگن. و افرادی که میخوان خارج بشن میبینن که آقا چقدر پول میدن و میبینن افرادی که تو این مراسم دردناک شرکت میکنن و اینها والا جزئیاتی هم داره که همه اینها حساب شده است که اگه یکی پول نداشته باشه چینا رو همه حساب کتاب داره. من نمیخوام وارد متدولوژی و جزئیات پژوهش بشم. میبینن که افرادی که درد بیشتری کشیدن و در این مراسم بیشتر سرمایه گذاشتن، بیشتر هزینه کردن، این افراد بیشتر به جامعهشون کمک میکنن.
پس چی شد؟ یه بار دیگه من این تیکه رو خلاصه بکنم. یعنی ما دو مدل دینداری داریم، دکترینال و دینداری، حالا من ترجمهش میگم تصویری. خب بخاطر اینکه این ایمیجستیک اشاره به این تصاویری داره که در حافظه افراد ایجاد میکنه این مدل دینداری، این مدل دینداری پرهیجان، دینداری دکترینال و دینداری تصویری. این دینداری دکترینال کارش این انتقال ارزش هاست بیشتر، اما دینداری دکترینال لزوما جامعه شما رو بیشتر در هم تنیده نمیکنه، وفاق ایجاد نمیکنه. اما یک از طرف دیگه دینداری داریم، دینداری تصویری، که این دینداری ها هیجان بیشتری دارن و این دینداری ها جامعه رو به هم نزدیکتر میکنن و روابط افراد رو تقویت میکنن. خب و کارکردهای دین ها و مکانیزم های اثرگذاری این دین ها متفاوت. پس این یه نکته در رابطه با این دو مدل دینداری و در تو پژوهش‌های هاروی وایت هاوس. من حالا تصمیم گرفتم که خیلی در مورد پژوهش‌های البته بذارید حالا این یه مورد رو بگم، این یه مورد رو میگم و بعد رد میشم. ما همین مدل متدولوژی رو توی فضای نماز جماعت هم اجرا کردیم. گفتم خدمتتون دستگاه‌هایی رو به افراد وصل کردیم که اینها ضربان قلب و تنفس رو و حرکت افراد رو میسنجه و دستگاه دیگه‌ای که فاصله افراد رو با هم دیگه میسنجه. مقاله این کار به عنوان Aligned Bodies United Hearts توی مجله رویال سوسایتی بی چاپ شده که اون مجله خیلی مشهوریه دیگه، اگر دوستان یه مقدار فضای پژوهشی باشن حتما اسم مجله رو شنیدن. چیزی که مشاهده کردیم خیلی جالبه اینه که نه تنها در مثلا یه ستینگی مثل نماز جماعت افراد بدنشون با هم همزمان میشه یا ما میگیم سینکرون میشه، سینکرونایز میشه، بلکه ضربان قلب افراد هم با هم سینکرون میشه و بعد همه اینها با اون امام جماعت سینکرون و همزمان میشه، همه با هم همزمان میشه و همه اینها بعد تابع انگار ضربان قلب و حرکت امام جماعت میشه. این چه اهمیتی داره این پژوهش؟ حالا از دو جهت این پژوهش اهمیت داره. یکی این که ما یکی از مکانیزم هایی که ادیان باعث میشن به هم افراد نزدیک بشن در جوامع دینی، یکی از مکانیزم ها رو می‌فهمیم و اون سینکرونیه و پژوهش‌های متعددی رو این حوزه شده. شما می‌بینید که در بسیاری از مناسک دینی آدم‌ها با هم دیگه دست جمعی شعری میخونن، دست جمعی دعایی میکنن، دست جمعی کارهایی میکنن، سینه‌زنی میکنن، قرآن میخونن، هر مدل کاری. این سینکرونی و این همزمانی رو ما خیلی در ادیان میبینیم و یکی از علتاش همین چیزیه که الان خدمتتون گفتم، یعنی این سینکرونی فقط در آوا یا در بدن نمیمونه بلکه در فیزیولوژی ما هم عمیقاً وارد میشه و باعث نزدیکی افراد به هم دیگه میشه. و این نکته بسیار مهمه دیگه به طور خاص توی حوزه نماز جماعت، این اهمیت اون امام و اون رهبر اون عبادته. چرا؟ به خاطر اینکه ما یک بحثی داریم به نام charismatic religious leaders که میگه که ببین این به قولی امامان توی ادیان یا این رهبران دینی، اینها به واسطه اون کاریزمایی که دارن و واسطه اون اثرگذاری که دارن، اینها میتونن به راحتی اون جامعه خودشون رو وادار به کارهای خوب یا توی مثلا فرقه‌های که حالا فرقه‌های خطرناک هستن کارهای بد بکنن. و ما اینجا یکم مکانیزم ها رو می‌بینیم که چجوری این افراد، این رهبرها در فیزیولوژی افراد هم تاثیر میذارن و بعد میتونن حالا روی تصمیم‌های اون افراد تاثیر بذارن و چجوری میتونن این ارزش‌های خودشون رو منتقل بکنن. خود این نمونه خیلی جمع و جور و کوتاه در مورد این قضیه گفتم. من جمع بکنم صحبتم رو دیگه، تقریبا پایان وقتمون هستش. پس ببینید ما یک رشته جدیدی در دنیا وجود داره. غالب افراد این رشته در دانشگاه آرهوس دانمارک هستن، اما تو آمریکا هم بسیار هستن و افراد تو این حوزه تلاش میکنن که دین رو به شکل علمی بسنجن، به شکل علمی بررسی بکنن و تلاش میکنن برای این کار از متدولوژی های مختلفی استفاده بکنن و خودشون رو محدود به یک مدل فکر و یک مدل سنجش به اینها خودشون رو محدود نکنن
و افرادی که علاقه دارن توی فضای دینی کار بکنن، افرادی که علاقه دارن بیشتر وارد این فهم علمی ادیان بشن، میتونن وارد این حوزه بشن و پژوهش بکنن. حالا خیلی پژوهش‌های متعدد و جذابی توی این حوزه وجود داره. نمیدونم از پژوهش‌هایی که توی حوزه باستان شناسی انجام شده، ولی باز میشه دسته‌بندیش کرد تو همین علوم شناختی دینی، در مورد اینکه اصلا ریشه این ادیان کجاست. از همین مدل‌های دینداری که در موردش صحبت کردم، در تو پژوهش‌های مغزی که حالا اینها رو اگر که توفیق بود تو جلسات دیگه‌ای باز یه سری دیگه از این پژوهش‌ها رو باز می‌کنیم و در موردشون صحبت می‌کنیم. خیلی ممنونم که همراه بودید با ما. امیدوارم که به درتون خورده باشه و اگر که آقای توفیقی سلام بدونن، در خدمت سوالات دوستان هم تا جایی که وقت باشه هستم. بعد سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سرایی عزیز و گرانقدر. استفاده بردیم از بیاناتتون و امیدواریم که بتونیم در جلسات آتی هم در خدمت شما باشیم. دوستان عزیزی که سوال دارن از جناب آقای دکتر سرایی لطفاً هندرایز بکنن و ما به اونها سر نوبت، البته چند نفر رو، چون ما به پایان جلسه هم نزدیک شدیم و دو تا از دوستان هندرایز کردن. سلام و عرض ادب خدمت آقای دکتر سلام. و ممنون از این که چون این فضایی ایجاد شده و ما میتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم. من به شخصه واقعا یک فضای جدیدی روبروم باز شد و واقعا استفاده کردم. سوالی که برای من ایجاد شده اینه که حالا من توی حوزه آموزش کار میکنم، معلم هستم و برام جذابه که دین رو از این زاویه هم بررسی کنیم. این سوال برای من ایجاد شده، آیا اون خود عمل دینیه مهم بوده توی مثلا نماز جماعت رو مثال زدی، یا اون کنشی که انجام میشه مثلا توی گروه سرود هم ممکنه چون این اتفاقی بیفته و چون این سینک شدنی باشه، یا عملی که اصلا مرتبط با دین نباشه، یعنی اون معنایی که توی اون فضای دینی ایجاد میشه توی ذهن افراد نباشه، این سینک شدنه باشه. این تعارض رو چطور میشه برطرف کرد و ممنون میشم این رو پاسخ بدید. خیلی سوال عالی پرسیدید. من واقعا میتونم یک جلسه کامل در مورد این قضیه صحبت کنم، یعنی این خیلی بحث مفصلی داره، اما جواب دقیقش رو اگر بخوام بگم کوتاه، خیلی سوال خوبیه. ببینید نکته‌ای که هست، به نظر میرسه مجموعه پژوهش‌هایی که وجود دارن به ما این رو میگن که عمل دینی اون چیزیه که اثر اصلی رو میذاره، نه باور دینی. یعنی چی؟ ما پژوهش متعدد داریم که مثلا اگر شما صرفاً باور به خدا داشته باشید، لزوماً باور به خدا ممکنه بشه، ولی لزوماً باور خدا منجر به کاهش اضطراب شما نمیشه. اما اگر شما عمل دینی رو انجام بدی، این منجر به کاهش اضطراب شما به احتمال بسیار بالایی میشه. پس اون اصل تمرکز بر عمل دینیه. حالا این نکته به وجود میاد و همیشه این سوال رو از من میپرسن که خب بله، خب این سینکرونی در نماز هست، در گروه سرود هم هست. خب پس بریم گروه سرود به جای اینکه بریم نماز. خب این سوال یه ذره پیچیده تره. چرا؟ به خاطر اینکه بله سینکرونی در نماز هست، در گروه سرود هم هست، اما این همه تکنولوژیایی که در نماز داره استفاده میشه نیست. سینکرونی یکی از این تکنولوژی هست. اتفاقات دیگری هم در این فضا میفته. مثلا تو همین پژوهشی که ما کردیم، یه اتفاقی که تو نماز جماعت میفته، افزایش چیزی به نام heart rate variability یا تغییر ضربان قلب. HRV یا heart rate variability یک نشانه بسیار مهم و خوب در بسیاری از چیزهای مثبت از جمله سیستم ایمنی قوی‌تر، آرامش بیشتر، ویل بینگ و بهزیستی بالاتره. و ما میبینیم که تو نماز این هی رشد میکنه توی قلب افراد. خب یعنی مثلا این یه بخش دیگری از این آینه. خب یعنی آینه ها نه فقط بحث نماز، هم آینه ها کلا به طور کلی پیشرفت یه ذره پیچیده‌ترن از این یه تکنولوژی رو استفاده بکنن. در همین به همین راحتی شما نمیتونید بگید که خب پس نماز این کارو میکنه، موسیقی هم این کارو میکنه، مثلا پس بریم سراغ موسیقی. مثلا این یه نکته در جواب شما. و یه نکته دیگه اینه، اتفاقا در راستای صحبت که فرمودید، خیلی از گروه ها هستند که تلاش میکنن که این تکنولوژی های دینی رو، این اعمال دینی رو بگیرن،
یه بازسازی بکنن و اینها رو توی یک فضای غیر دینی استفاده بکنن. متعدد توی الان بیخدایانی که جدید وجود دارن معمولا اصلا رویکردشون اینه، یعنی بیخدایی دیگه اون بیخدایی لزوما فاندامنتالی که افرادی مثل داکینز و اینها دارن خیلی محبوب نیست. بیخدایان که الان هستن سعی می‌کنن از این تکنولوژی‌های دینی استفاده بکنن. اما یعنی مثلا فرض کنید چرچ میسازن، کلیسا میسازن، جاهایی میسازن که اینها همون کارهای دینی رو انجام میدن افراد، ولی اون خدا رو از توش در میارن، اون امر قدسی رو از توش در میارن، اون مفهوم دینی رو از توش در میارن. یه نکته هم یه بار یادم تو اصلا قبل که داشتم جناب عبدالکریمی فرمودن نکته بسیار مهمی بود، گفتن ببینید امر قدسی رو از دین در بیاری ممکنه هیچی نمونه. خب نکته بسیار مهمی بود. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقی که میفته اینه، این رویکردها تا الان که من با شما صحبت میکنم هیچ وقت نتونستن معمولا یک ماندگاری به اون شکل پیدا بکنن. یعنی ما گروه‌هایی داشتیم که این تکنولوژی‌ها و این اعمال دینی رو گرفتن، سالها موفق بودن، مثلا از کشورهای مختلف، مثلا این ساندی اسمبلی اسکول یک جایی هستش که بدون دینه ولی کارهای شبیه به مسیحیت رو سعی کردن انجام بده. کشورهای مختلف هزاران هم دنباله رو پیدا کرده، یعنی نشون میده موفق شده تا یه حدی، ولی بعد از بین میرن. غالبا اینجوری. چرا از بین میرن؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه، درسته ما گفتیم عمل دینی بارش بیشتره، عمل دینی مهمتره. حتی در احادیث فکر می‌کنم اسلامی هم این رو داریم، یعنی اگر شما ببینید اون علم بی عمل یا اون باور بی عمل لزوما خیلی هیچ وقت پریز نشده، خیلی تشویق نشده. گفتن اگر که آقا یه علمی داری، اگه این به عمل برسه این یه نشونه ایه. یه ذره خارج شدم ببخشید. برگردم به اون ساندی اسمبلی اسکول، این رویکردهایی که سعی می‌کنن خدا رو خارج بکنن اینها موفق نمیشن. چرا؟ پژوهشگرایی مثل دانبار میگن علتش اینه که اون زمینه دینی رو از اعمال دینی حذف میکنن و این باعث میشه اون اعمال دینی اثرگذاری کافی نداشته باشن. من توی یه جمله دیگه بخوام خلاصه بکنم حرفم رو، اعمال دینی مهمترن، اما اگر شما اون باورهای دینی رو حذف کنی به نظر میرسه که اثرگذاری اعمال دینی هم از بین میره یا فوق‌العاده ضعیف میشه. امیدوارم پاسختون رو داده باشه. بله، سپاسگزارم از شما. جناب آقای TE_M در خدمت شما هستیم. جناب TEM شما هم صدا من داریم؟ ببخشید. بله. سلام دارم خدمت های دکتر سرایی عزیز و حضار محترم حاضر در جلسه. من یه سوالی داشتم های دکتر، که از مفاهیمی که در فلسفه دین مطرح میشه بحث religious experience یا تجارب دینی هست، که مباحثی که حالا خیلی بعضی موارد تو حوزه دین داغ هست و اوج در واقع دینداری، به خصوص در حوزه دینداری ادیان ابراهیمی در واقع تجربه دینی میدونن. می‌خواستم در مورد علوم شناختی دین آیا در این حوزه در واقع تحقیقاتی انجام شده یا نه، به خصوص که در حوزه فلسفه ما خب یه سری نظریات داریم، از جمله نظریه رویاهای رسولانی ها دکتر عبدالکریم سروش و نظریات اینچنینی که حتی مقوله وحی هم در واقع یک نوع رویا میدونه. میخوام ببینم که آیا اساساً تحقیقات و پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده یا نه. یکی این، و یک سوال دوم این بود که تا اونجایی که ما میدونیم در واقع در بسیار موارد تضادهایی بین علم و دین وجود داشته. آیا فکر نمی‌کنید با وارد شدن در واقع کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی به در واقع قلمرو دین، اون متولیان دین باز هم به تک و تاب بیفتن و احساس خطر کنن و یه جوری فکر نمی‌کنید که در واقع باز هم تضادها و تعارضاتی ایجاد بشه؟ ممنون میشم به این دو سوال من جواب بدین. خواهش می‌کنم. ببینید بالاخره ممکنه که بعد از سوال دومتون رو جواب بدم، بالاخره ممکنه که یک سری تعارض‌هایی وجود داشته باشه. خب همیشه بالاخره به این مسئله بوده و بالاخره خب وقتی فضای علمی سعی می‌کنه یه چیز جدیدی رو بگه، طبیعیه که یه زمانهایی همین بک فایر بکنه و یه مقابله هایی بگیره. اما اتفاقاً یه فضایی مثل علوم شناختی دین بهترین چارچوب برای مطالعه بدون تعارض با دینه. چرا بهترین چارچوبه؟
به خاطر اینکه تو اینجا شما به هیچ وجه طرف مقابل رو متهم نمی‌کنی اگر که دین داره یا دین نداره. من ابتدای صحبتم گفتم که فضای علوم شناختی دین این امکان رو میده که بگه آقا ما علل غایر و اینها رو بررسی می‌کنیم و شما میتونی هم گفتم اصلا پژوهشگران علوم شناختی داریم که کاملا متدینن و پژوهشگران علوم شناختی داریم که کاملا بیدینن. خب چون که علوم شناختی دین فقط میاد به اون چیزهایی که دستشه و میتونه روش کار علمی و ساینتیفیک بکنه میپردازه. برای هم و بعد از اون برم متهم نمیکنه که مثلا آیا حالا واقعا یه دینی وجود داره، یه دینی وجود نداره، چقدر این دین کار کرد داره. در همین اتفاقا شاید یکی از بهترین چارچوب‌ها برای مطالعه دین علوم شناختی دین باشه. مثالش برای اینکه بهتر توضیح بدم صحبتم، اتفاقا همین بحث تجربیات دینیه که فرمودید. بله بسیار در مورد تجربیات دینی کار شده و خب چجوری حالا کار میکنن رو تجربیات دینی؟ مثلا یکی از مدل هایی که بسیار آشناست و بسیار روش کار میشه تو بحث تجربیات دینی، عملکرد مغز توی تجربیات دینیه. یعنی تو تجربیات دینی تو مغز چه اتفاقی میفته؟ خب پژوهشگران این رو بررسی میکنن و متوجه میشن کارکرد مغز رو. ولی خب آیا حالا این که من کارکرد مغز رو متوجه شدم چیزی در رابطه با ماهیت تجربیات دینی به من میده؟ علوم شناختی دین این تواضع رو داره، به خاطر اینکه اون هم باز به خاطر همون شدت علمی بودنشه. این تواضع رو داره که بگه نمیدونیم. یعنی آقا ما میتونیم مثلا بفهمیم که اگر یک نفر یک احساس از خود بی خودی داره، مرزها یه ذره براش گنگ میشه، یعنی مثلا بین افرادی مثلا میگم من مدیتیشن ویپاسنا وقتی میکنم بعد چند روز مثلا بین من و این میز جلوی من و این دیوار من احساس میکنم مرزی نیست. خب بعد یه کسی در علوم شناختی دینی میاد میگه خب مغز رو بررسی میکنیم یا این احتمالاً نواحی پریتال مغزش فعالیتش کاهش پیدا کرده، احساس فضا و زمان، یعنی اینو میبینه که این احساس فضا و زمان یکم کاهش پیدا میکنه و این ماهیت یعنی به قول این علت این تجربه معنوی در میاد از نظر مغز. خب آیا این به این معنیه که حالا این تجربه معنوی، این تجربه دینی یک چیز معنوی مثلا نیست، فقط یک چیز مغزیه؟ یا اگر فرد میگه آقا من بهم وحی شده، خب مثلا، و ما این وحی رو میتونیم علاوه مغزی بررسی بکنیم، خب آیا این به این معنیه که این وحی یه چیز پس فیزیولوژیکه، یا به این معنیه که مثلا این وحی یه چیز واقعیه ما این رو نمیدونیم؟ یعنی ما در رابطه با اون واقعیت حالت سابجکتیو صحبت نمی کنیم، چون نمیتونیم علاوه علمی بررسی کنیم، برای همین نمیایم بگیم که آقا اگر که تو این تجربه معنوی رو داری این واقعا ریشه در یک چیز الهی داره یا نه صرفا یه اتفاق فیزیولوژیکی که برای تو افتاده. ولی ما میایم بررسی میکنیم که از لحاظ روانشناختی، از لحاظ علوم شناختی، از لحاظ علوم اعصاب، از لحاظ فیزیولوژیک چه اتفاقی برای افراد تو تجربه های معنوی میفته و متعدد رو این کار شده، در ابعاد مختلف کار شده، فقط هم بحث مغز نیست. حالا اگر ان بشه تو جلسه در موردش صحبت میکنیم. ابعاد مختلفی هستش از این قوای شناختی انسان که این دچار تغییراتی میشه و افراد دچار تجربیات معنوی و دینی میشن. در رابطه با وحی هم خیلی کوتاه بگم چون دیگه وقتم فکر کنم تمام شده. در رابطه با وحی هم خیلی کوتاه بگم نظری که به طور کلی در رابطه با یه چیزی مثل وحی وجود داره اینه که در فضای علوم شناختی باز دین دارم این رو میگم، خب اینه که ما بیایم مکانیزم های این که افراد احساس میکنن بهشون یه الهامی شده رو بررسی بکنیم. خب حالا افراد میگن که این الهام میتونه مراحل مختلفی داشته باشه. شما ممکنه نویسنده باشی، یه ایده میاد به ذهنت و مثلا یه ایده بسیار خوب نابیه و شروع می‌کنی به نوشتن، این هم شاید یک جور وحی بشه در نظر گرفتش. و از طرفی اون چیزی که پیامبر هم نازل میشه اون هم ممکنه اون هم یک جور وحی. خب ولی اینکه حالا آیا اینها میگم مثلا اون چیزی که پیامبر دیده صرفاً یک رویاست، صرفاً یک توهمه، یا نه مثلا یک واقعیت الهی داره؟ این چیزی که علوم شناختی میگه من نمیدونم، من که نمیتونم علمی بررسیش کنم، پس تمام این خارج از حوزه کار منه. مکانیزم ها رو بررسی میکنه اما واقعیت اون موضوع رو بررسی نمیکنه. امیدوارم جواب رو دادم. جناب آقای سرای عزیز، من فقط یه نکته خیلی کوتاهی بگم اینجا. دوست عزیزمون که مطرح کرد در باب رویاهای رسولانه،
جناب آقای عبدالکریم سروش در همون گفتگویی که با جناب آقای بازرگان داشتن تأکیداً گفتن اون حالتی که وحی نازل میشد، من گفتم عالمی مثل عالم رویاست و من اسم رویا رو برگزیدم، وگرنه از اقسام وحی وقتی ایشون صحبت میکنم مثل جناب آقای سرایی وحی رو هم سمعی، بصری، ذوقی، شمی و لمسی معرفی میکنن. آقای دکتر سرایی یه سوال، این نکته ده. آخری که شما فرمودید، یعنی این تجربیات معنوی که ما داریم با اون اتفاقی که داخل مغز انسان رخ میده، منظورتون این بود که این دوتا با هم این همانی ندارن؟ بله بله، دقیقاً این همانی ندارن. ببینید این همانی من مطمئن باشم که منظورتون رو درست فهمیدم. ببینید نکنید این اتفاقی که بر تجربه معنوی که برای ما دست میده کاملا تابع اتفاقی که تو مغز ما میفته هستا. خب یعنی کاملا تابع تغییرات مغزه. خب اما نکته حالا اینجاست، شما میتونی این رو بگی که خب خداوند وقتی که میخواد یک تجربه معنوی برای ما اتفاق بیفته مغز ما رو دچار تغییری میکنه و بعد مثلا فرض کنید به ما وحی نازل میکنه یا بعد مثلا به ما یه چیزی رو نشون میده. یا شما میتونید بگید که آقا این همش کار مغزه، اصلا خدایی وجود نداره. خب این تیکه از بحث فلسفیه، اینو نمیتونی شما علاوه علمی بررسی بکنی. آقای خب دکتر بذارید من یه جوری سوال مطرح بکنم. فرض کنید ما یک منظره طبیعی میبینیم و از اون منظره یک احساس خوشایندی به ما دست میده، در مغز ما هم اتفاق رخ میده. آیا اون احساس خوشایند با اون اتفاقی که در مغز میفته اینها این همانی دارن؟ بله. نه ببینید این خود این سوال یک سوال فلسفیه. خب یعنی این که حالا مثلا ما آیا یک بعد سابجکتیوی داریم که مثلا یه سری از فلاسفه بهش میگفتن کوالیا، خب که یه بعد کیفیه، یک بعد سابجکتیویه که این متمایزه از اون اتفاق فیزیولوژیکی که بر ما میفته، که خیلی هم بحث جذاب و شیرینیه و افراد خیلی زیادی هم من مثلا کام اسم دوشون یادم بیاد الان فرد خیلی مشهوریه تو حوزه extended consciousness هم صحبت کرده، الان خیلی تو ذهنم نمیاد اسمش رو. افراد متعددی تو حوزه فلسفه در مورد این قضیه صحبت کردن. خب یا مثلا اصلا نمونه مشهورش که الان اسمش رو گفتم بحث کانشسنس یا هوشیاری. خب آیا این دقیقاً همون چیزیه که در مغز و بدن ما اتفاق میفته یا یه چیزیه که فرای اونه یا یه چیزیه که یه ماهیت متمایزی داره اصلا؟ خب این یه چیزیه که هنوزه ما از لحاظ علمی نمیتونیم کامل بررسی بکنیم، چون ما اون ماهیت سابجکتیو رو نمیتونیم کامل لحاظ علمی بسنجیم، برای همین در موردش نظری نداریم. من تونستم پاسخ شما رو بدم؟ بله سپاسگزارم از شما از وقتی که برای این جلسه گذاشتید. امیدوارم که بتونیم در جلسات دیگری هم در خدمت شما باشیم. همچنین تشکر میکنم از همه مخاطبینی که تا این لحظه شنونده و بیننده ما بودن. همه شما رو هر کجای این کره خاکی که هستید به خدای بزرگ منان میسپاریم. امیدواریم که بتونیم در جلسات دیگر محتوای دیگر برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. یا علی مدد، شب همگی بخیر و شادی. خدا نگهدار. شب شما